اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید از آغاز فعالیت این کمیسیون صدها مقامات اداره اسبق در سطوح مختلف و کشور بازگشته اند. وزارت صحت عامه میگوید در سال گذشته حدود 150 شفاخانه جدید را در مناطق آسیب دیده در کنار افزایش ظرفیت برخی شفاخانه‌ها در کشور ساخته است. شاروالی کابل میگوید 230 نهال در منطقه تپه کارتنو توسط دفتر FCDU غرس گردید. وزارت زراعت و مالداری میگوید افغانستان در سال 1401 هجری شمسی در زراعت پیشرفت خوبی داشته و میلیون ها افغانی از صادرات محصولات زراعتی عواید جمع‌آوری نموده است. مسئولین وزارت دفاع ملی میگویند سال 1401 هجری شمسی از نظر تمامیت ارضی و تامین امنیت پر از دستاوردهای فراوان بود. مسئولین می‌افزایند که تعداد اردوی ملی به 150,000 تن رسیده است. از سوی اداره ملی استاندارد 6 تانکر تیل در بندر میل 78 فرا و 8 تانکر تیل در بندر اسلام قلعه به کشور ایران مسترد گردید. 5000 جل قرآن کریم امروز توسط ریاست نشرات بهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ و به نمایش گذاشته شد. در این مراسم آقای مهاجر فرعی معین نشراتی این وزارت از هموطنان خواست تا بخشی از زندگی خود را به مطالعه کتاب وقف نمایند. وزارت صنعت و تجارت میگوید در سال 1401 هجری شمسی نزدیک به 2 میلیارد دلار کالا صادر کرده است. محکمه میگوید روند توزیع قباله شرعی در کشور آغاز می شود. به گفته مسئولین این قباله ها به لوگوی امارت اسلامی و کیفیت عالی ترتیب شده است به منظور جلوگیری از جعل و تزویر بارکدهای مشخص دارد که به گونه کاغذی و الکترونیکی با هموطنان توزیع خواهند شد.